بیا مو هم وخت په خیر په دې وروستۍ شیبو کې موږ له تاسو سره یو او ومو غوښتل چې د پس انداز په اړه باندې وغږېږو. ډېری کسان په دې فکر باندې څنګه وکولی شو چې په ژوند کې موږ د آیندې لپاره د راتلونکي لپاره یا هم د ماسترۍ لپاره یا هم دا چې د لیسانس دورې لپاره پس انداز ولرو. پر دې موضوع باندې یوازې ځینې کسان بیا پس انداز یوازې د پیسو په خاطر باندې وایي. مونږ په اسلام کې او مونږ په دینی موضوعاتو کې هم پس انداز درلودلی شو. په دې خاطر باندې مونږ یوازې د 5 وخته لمونځ کوو. که چېرته مونږ د دې ترڅنګ نفل وکړو، د دې ترڅنګ قرآن عظیم الشان تلاوت کړو، د دې ترڅنګ د خلکو صدقه ورکړو، دا به مو د آخرت لپاره مونږ د ځان لپاره یو صدقه پس انداز کړي، یو پس انداز به مو درلودلی وي. د دې ترڅنګ داسې نور موضوعات دي. غواړم چې پر دې باندې وغږېږو. ځینې کسان دي چې په مکتب کې دي خو داسې یو سیستم پلان نه لري چې په راتلونکي کې دوی باید څه ولري، پیسې ولري تر څو پوهنتون مخکې لري، محصلي دوره ده. زیاتره کسان می‌وایي چې د محصلي دوره د مفلسی دوره ده، دغه وقت دوره. خب تا وقتی که خود آدم سر وظیفه میشه و یعنی معاش میگیره، بعد از او میتونه از تنخواه خود پس انداز بکنه. اما راه های دیگه هم وجود داره که استاد ابراهیم عزتی با ما هستند، بر ما خواهد گفتند که در امو دورانی که ما میگیم بی پول هستیم و نمیتونیم پس انداز بکنیم، چطور کدام راه ها وجود داره که ما بتونیم یک مقدار پول را به تحصیلات خود یا به کارهای دیگه خود پس انداز داشته باشیم. سلام استاد بر شما، صبحتان بخیر. تشکر. صبح شما بخیر باشه، صبح بیننده های محترم بخیر باشه و ادای سلام دارم خدمت شما و خدمت بیننده ها و همچنان برای دست اندرکاران تلویزیون مشتان جریده. بسیار سپاس. استاد یگان کسایی هستند که خوب معاش برابر داره، میتونه که هم زندگیشون رو بچلانه و هم پس انداز داشته باشه، اما طریقی از زیر نمیفهمن که چگونه بتونن که یا پس انداز داشته باشه. و در رابطه با هم بگوین که پس انداز چقدر مهم است در زندگی که باید داشته باشیم. بله، این دو سوال مهم اساسی در زندگی انسان ها یک موضوع حیاتی است که خب اساساً این صحبت شما محور اقتصادی را در بر میگیره داره و خود اقتصاد چی است که بیننده ها بفهمن. اما میانه روی در هر کار و میانه روی کردن و همچنان به اندازه خرج کردن و همچنان تعادل دخل و خرج را حفظ کردن یا نگه داشتن، این تعادل در این حالت است که انسان ها میتونه که موفق در زندگی خود باشه. و اگر به طور مثال 5000 افغانی معاش یک کارمند باشه ولی در ماه ولی 10,000 مصرف کنه، طبعا این به مفلسی و به ورشکست مواجه میشه و پسمان از زندگی میشه. یک سلسله پریشانی های فکری برش پیدا میشه، حالت روانیش خراب میشه و بنابر امی سوال شما که بتانند که از همه باج زندگی برای انسان ها مطابق به آن عایدی که داره سنجیده شده، فکر کرده، بر یک طبق پلان و همه جانبه دقیقا فکر کرده مصارف خود به خرج برسانه. و در ضمن چیزی را که هم نادیده نگیره در پولی مصارف که می داشته باشه انسان، ذخیره هم داشته باشه. یعنی اگر انسان لااقل نظر به معاش خود اگر 5000 داره، یک در ماه لااقل 100 افغانی یا 500 افغانی ذخیره بگیره. این هر ماه که افزوده شود در یک ماه میتونه که اگر هر ماه 100 افغانی فرد ذخیره بکنه، پس انداز داشته باشه، در ماه امکان داره که 10,000 یا 12,000 افغانی یا مبلغ پس انداز داشته باشه که در بساط موضوعات عاجل و مشکلی که مواجه میشه دستش بند میشه، از ذخیره میتونه استفاده بکنه و یک نوع قوت فکری و یک نوع خاطر جمعی برش پیدا میشه. پس این مسائل وابستگی و بستگی به چی داره؟ به یک پروگرام سنجیده شده بر طبق یک تقسیم اوقات و نظر به ضرورت هایی که داره، اولا ضرورت های اولی خود مرفوع بسازه، بعدن به بعضی ضرورت های ثانی و دومی و همچنان
یگان هوسایی که میتونه در نظر داشته باشن استفاده بکنن. این تقسیم اوقات انسان هم میتونه در مصارف روزانه یعنی در 24 ساعت میتونه که سر مسائلی که چیزی ضرورت است به اساس یک تقسیم اوقات پروگرام اما اقتصادی خود سنجیده و به مصارف برسانه و انسان خاطر جمع می باشه. بسیار خوب. استاد شما گفتین که ما اول تصمیم اوقات داشته باشیم، یعنی تصمیم اوقات زندگی میتونه که انسان از این تشویش روحی و روانی نجات بده و دیگه پول خود هم بتونه پس انداز بکنه. واقعا خدمت شما عرض کردم انسان فردایی که میخواد به سر کار شخصی و رسمی خود بره و پلان بکنه که من فردا نیاز به چی چیزا دارم، به کدام امکانات و شرایط را مساعد بسازم و به چی وسایل ضرورت دارم، حداقل اما کرایه موتر را هر فرد از افراد زمانی که از خانه میبره باید داشته باشه و او را کوشش میکنه که داشته باشه تا از یک محل به محل دیگه یا از خانه به جای کارش انتقال بده خود را و اونمو وسیله و وسایل است که اولا موتر است، دومی که ذره موتر که میتونه خود برسانه موتر یا مصارف کار داره، مصارفش هم کرایه موتر است که باید بپردازه. یک مسئله دیگه این که فردی که برای فردا میخواد که پای کار و یا درس و تعلیم خود میبراین حتمی است که کرایه موتر برشان باشه و یعنی اما لباس را که میخواد تهیه بکنه باید کدام لباس ها باشه، اما کدام قلم و کتابچه و چپتر و یا کاغذ ضرورت است باید باشه و آنجایی که میرسه باید یعنی به طور متواضع بگویم که باید جیبایی که داره باید یک بار چک بکنه کنترل بکنه که آیا ما به جیب خود چه مقدار پول دارم یا ندارم، یا لباس پوشیده یک بارگی سرسام‌آور از خانه بیرون شوه داخل موتر شد نگران میگه پول بده که دست به جیب میبره که پول درک نداره. این یک سلسله یاد فراموشی ها انسان ها داره، ولی قبل از قبل برای کار یا انجام کار فردا همچون تقسیم اوقات پلان و پروگرام داشته باشه که همو امکانات برابر مساعد و آماده بسازه که به بسیار خاطر جمع خود آراسته بسازه و به سوی کار خود حرکت بکنه. واقعا چون یک بار حالت سر ما هم آمدن، از خانه برآمدم یک وقت در تاکسی شیشتم خواستم تلفن بگیرم، دیدم که تلفنم نیست، ما فهمیدم که هیچ چیزی و امرم وجود نداره. موتر حرکت میکردم که نیز داشت استاد از من نشد، پس رفتم. اما یکم وقت هم قسم میشه موضوع ما در رابطه با پسنداز است. چقدر مهم است انسان در زندگیشون پسنداز داشته باشه؟ آیا میشه در دوران مکتب و دوران تحصیل هم پسنداز داشته باشیم ما؟ چون در وقت ما ماش نداریم. بسیار خوب. ببینین هیچ چیزی نیست که ناممکن باشه و نشوه، ولی انسان اجرا بکنه. این به اثر یک مدیریت صورت میگیره. خود مدیریت میگه که اما کارگردانی است، اداره کردن یک کار است، اداره کردن خود فرد بر آن چیزی که اراده میکنه. پس وقتی که انسان یک کارگردان خوب باشه، مدیر خوب باشه، یک مدیریت خوب انجام داده میتونه. یعنی در مدیریت مدیر مسئولیت تیم خود، عملکرد تیم خود به عهده داره. میتونه این تیم خانواده باشه، میتونه تیم در یک اداره باشه، به یک اداره کوچک باشه و یا به یک اداره بسیار بزرگ باشه و این اداره کردن میتونه که یک خانواده را بلکه اقارب دور و نزدیک خودم یک اداره داشته باشه بر مبنای یک مدیریت. پس همین نیروی مادی و معنوی را و انسانی را که انسان هماهنگ بسازه جهت رسیدن به هدف، همین مسائل است که باید وظیفه را تشخیص بده چی است، وظیفه هر کس، و باید پلان داشته باشه و منابع باشه استفاده بکنه و از همین امکانات استفاده بکنه. پس یک مدیریت خوب است با داشته مدیریت زمان، یعنی شرایط خوب زمان هم مساعد بکنه. اگر شرایط خوب زمان مساعد بود انسان میتونه که کارا به وجه احسن انجام بده. پس در همین مدیریت باید دو چیز دیگر هم انسان در نظر بگیره، یعنی موثریت و مثمریت در نظر بگیره. در هر دو موثریت و مثمریت اجرای درست یک کار، انجام دادن درست یک کار، اونو خودش میتونه که انسان موفق در زندگی و به هدف برسانه. پس در موثریت چیزی که میگه بسیار مهمه دقیقاً انسان ها کیفیت در نظر بگیره، کیفیت کار خود در نظر بگیره و با کاری انجام بدن که با کیفیت باشه. پس همین کیفیت بود یک مزد خوب به دست میاره.
و در مثمریت میگه سودمندی رو در نظر میگیره. پس اجرای درست یک کار بر انسان فایده میرسانه که در فایده و مثمریت میگه که قیمت در نظر گرفته شود، وقت در نظر گرفته شود و کمیت در نظر گرفته شود. این همگیش در به اساس یک سازماندهی صورت میگیره که انسان یک سازماندهی درست داشته باشه و همچنین یک برنامه‌ریزی درست داشته باشه. تو گفتی کسی خرابات نباشیم دیگه که بسیار زیاد مردم برای مردم خود چیز نشان بدیم که ما اینقدر مصرف میکنیم. بسیار زیاد سپاس استاد محترم، چون بس خیلی زیبا و خوب پیش میره. همکارا هم اشاره میکنن که وقت تمام هستند. بسیار زیاد سپاس که اومدین و دعوت ما. تشکر. مرا به اصطلاح کمک چی بگویم سر آورد موضوع آورده بودیم، بسیار شروع کرده بودم. خب بسیار خوبش بود. باز برنامه آینده بخیر ما شما رابطه بس مهم هستن. اکثر کسایی هستن که محصل هستن، متعلم هستن، کسای دیگه هستن. سرمو میرسیدیم که کوتاه بگویم که محصل میتونه که از امکانات شرایط زندگی کاری انجام بده، پولی رو به دست میتونه بره، ادامه درس خودم و همچنین کمک فامیل که رئیس فامیل با فرزندای خود میشه باشن، آنها فکر بکنن به مصرف خود، هم چیز خود هم شاگرد پسنداز داشته باشه که یک روز به درش میخوره. یک راه دیگه موضوع رو باز هم مورد بس قرار خود که دادیم تا استاد ما بتونن تمام موضوعات و تمام مسئولین ما برسونن. دوستان عزیز ما هم سپاسگزار هستیم تا این ما رو همراهی کردی. خدا کنه که یک روز خوب و خوش داشته باشین، چون روز بارانی هست و هوا خیلی زیبا هست. همگی لذت ببرین، رحمت خداوند است. تا فردا بازم در خدمت شما ناظرینان و عزیزان قرار میگیریم. شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپاریم. شاد، موفق، کامیاب، پیروز باشید.